برای صعود نرمتر، راحتتر روی دیواره و برای اینکه ما بتونیم گیره‌های مطمئن‌تری رو روی دیواره داشته باشیم، مخصوصاً گیره‌های انگشتی، بهترین حالت اینه که ما ابتدای امر بتونیم نوک انگشت‌های دستمون گیره رو بگیره و بعد شست بیاد روی نوک انگشت‌ها و انگشت‌ها رو قفل بکنه و در انتها قسمت نرمی دستمون روی دیواره بشینه. این باعث میشه گیره ما یه گیره مطمئن و کاربردی باشه و بتونیم برای صعود نرمتر و راحتتر ازش استفاده بکنیم. اگر به هر دلیلی ما بیایم ابتدا کف دستمون رو بذاریم و بعد گیره انگشتی رو بخوایم بگیریم، این نمیتونه گیره مطمئنی برای ما باشه و ممکنه هر لحظه انگشت ما از روی اون گیره جدا بشه و دست ما از روی دیواره مسلماً جدا خواهد شد.